خب اگر ما سطح داخلی شبکیه رو مشاهده بکنیم از جلوی چشم، این نما رو مشاهده میکنیم، اپتیک دیسک رو مشاهده میکنیم، جایی که فاقد فوتورسپتور هست و لکه فاقد بینایی هست و عملا ناحیه نابینای میدان بینایی رو تشکیل خواهد داد. اینجا فووا سنترالیس هست یا همون ماکولا که بیشترین دقت بینایی رو داریم. انشابات شریان مرکزی رتین رو میبینیم که این انشابات از ناحیه اپتیک دیسک شروع شده و مسئول خونرسانی به بخش‌های مختلف سطح داخلی شبکیه هستند. در اختلال ناشی از دیابت که رتینوپاتی دیابتی هست، این عروق خونی که مسئول خونرسانی به شبکیه هستند دچار اختلال میشن و باعث میشه که خونرسانی به شبکیه دچار اختلال بشه و باعث نابینایی در نهایت خواهد شد که علت اصلیش هم بالا بودن مقدار گلوکوز خون در افراد دیابتیه که در صورتی که کنترل بشه میتونه جلوی این امر رو بگیره. خب اما بریم ببینیم ساختارهایی که باعث انکسار نور در چشم میشن کدوم ساختارها هستن. چشم رو به عنوان یک دستگاه اپتیک در نظر بگیرید که شبکیه بخش سنسور یا گیرنده اون هست و باید نور منتقل بشه پس از انکسار روی این صفحه تشکیل تصویر بده و سلول هایی که اینجا هستن نور رو دریافت بکنن، تبدیل به پیام عصبی بکنن و از طریق عصب بینایی یا همون عصب اپتیک اون رو به سیستم عصبی منتقل بکنن. چی می‌خواستیم بگیم؟ بخش‌های انکساری چشم. اولین محیط انکساری چشم قرنیه است. دومین محیط انکساری زلالیه است. مایع زلالیه. مایع به واسطه فرمی که میگیره شبیه به عدسی هست باعث انکسار نور خواهد شد. همینجا دیافراگمی تشکیل شده، همون آیریس یا عنبیه که مقدار نور ورودی به چشم رو تنظیم میکنه. میرسیم به سومین ساختار انکساری چشم، عدسی. عدسی تنها ساختاریه که از نظر انکساری قابلیت انعطاف پذیری داره. میبینیم عدسی سطح جلویش تهدب بیشتری داره نسبت به سطح عقبیش، توسط الیاف زنول در ناحیه محیطی متصل شده به جسم مژگانی که جسم مژگانی عضلات شعاعی و حلقویش میتونن با کشیدن الیاف زنول تهدب عدسی رو کم بکنن و یا با شل کردن الیاف زنول تهدب عدسی رو زیاد بکنن. میبینیم که تهدب عدسی چشم قابل تغییر هست و این باعث میشه که ما بتونیم تطابق بینایی داشته باشیم. برای دیدن اشیاء نزدیک تهدب چشم عدسی افزایش پیدا میکنه و برای دیدن عناصر یا اشیاء دور تهدب عدسی چشم کاهش پیدا میکنه تا تصویر روی شبکیه تشکیل بشه. آخرین محیط انکساری چشم ویتروس بادی یا جسم زجاجیه است که اون هم مثل یک عدسی بزرگ عمل میکنه و نور رو در سطح داخلی شبکیه منکسر خواهد کرد و تشکیل تصویری انجام خواهد شد. در بیماری‌های ناشی از اختلالات ناشی از ساختار قرنیه ممکنه تهدب قرنیه افزایش پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه یا از حالت سیمتریک خارج بشه. دوربینی، نزدیکبینی و آستیگماتیسم نواقصی هستند که به واسطه به هم خوردن تهدب قرنیه ایجاد میشن. و معمولا ما اینها رو با عینک هایی که عدسی محدب، مقعر یا عدسی های نامتوازن دارن اصلاح خواهیم کرد. بخش بعدی که در رابطش بحث میکنیم ساختارهای حفاظتی چشم هستند که اولین ساختار اینجا میبینیم پلک ها، دو چین پوستی بالایی و پایینی که در جلوی چشم هستند و نقش حفاظتی در مقابل نور و اشیاء آسیب رسان برای چشم ایجاد میکنن. میبینیم که پلک ها در گوشه داخلی و خارجی چشم به هم دیگه رسیدن و لبه آزاد اونها به واسطه عضله‌ای که اینجا هست، عضله اوربیکولاریس اوکولی، انقباضش به هم دیگه میرسه و باعث بسته شدن چشم میشن. خب تصویر دیگه رو مشاهده بکنیم. مقطعی از پلک ها هستن. قرنیه رو مشاهده میکنیم اینجا. بعد فضایی که پشت پلک و جلوی چشم هست، این فضا یک فضای بالقوه است به اسم فضای ملتهمه که توسط یک پوشش مخاطی به اسم مخاط ملتهمه پوشیده شده. از بیرون به داخل بریم. اولین لایه‌ای که پلک داره اپیدرم هست، بافت
سنگفرشی مطبق شاخی که مشابه بقیه بخش‌های بدن هست. زیر اون بافت همبند فاصله سطحی که اینجا هست فاقد سلول‌های چربیه. بعد میرسیم به عضله اوربیکولاریس اوکولی یا مدور چشم که با انقباضش باعث بسته شدن پلک میشه. در عمق اون هم میرسیم به یک ساختار تقریبا لیفی به اسم تارس فوقانی در ضخامت پلک فوقانیه و تارس تحتانی در ضخامت پلک تحتانی. در لبه پلک ها موجه ها رو میبینیم که در مجاورت موجه ها غدد زایس و غدد مل هستند که غدد عرق و غدد سواسه تغییر شکل یافته هستند. در لابلای تارس هم یک چندین غده تارسال مشاهده میکنیم که اینها هم مجراشون باز میشه به لبه پلک و ماده نسبتاً چربی رو ترشح میکنن که باعث میشه که سطح جلوی چشم که توسط اشک پر شده به راحتی خشک نشه. بعد هم میرسیم به مخاط ملتهمه، اونجایی که زیر پلک هست و اینجا میبینیم ملتهمه روی سطح جلوی چشم منعطف شده و تا لیمبوس امتداد پیدا کرده. از ساختارهای حفاظتی دیگه‌ای که چشم داره دستگاه اشکیه که شامل غدد اشکی، مجاری اشکی، کیسه اشکی و مجرای نازولاکریمال هست که اشک توسط غدد اشکی تولید میشه. در گوشه بالای خارجی چشم قرار گرفته غدد اشکی، سطح جلویی چشم و همینطور فضای ملتهمه رو مرطوب میکنه و در گوشه داخلی چشم این مایع اشک جمع آوری میشه و اینجا میبینیم در گوشه داخلی پلک فوقانی و پلک تحتانی دو سوراخ تقریبا به قطر 1 میلیمتر قرار دارن که این سوراخ ها مایع اشک رو جمع آوری میکنن، به کیسه اشکی منتقل میکنن و از اونجا هم به حفره بینی منتقل میشه. در این تصویر ساختار غده اشکی رو میتونیم ببینیم. میبینیم غده اشکی اشک رو ترشح میکنه، در بنبست فوقانی ملتهمه تخلیه میشه این اشک، غدد اشکی پراکنده کوچک باز هم حضور دارن و اشک در سطح عقبی پلک، سطح جلویی چشم باعث مرطوب شدن این فضا میشه. اضافه اشک هم که دیدیم تو این تصویر از سطح گوشه داخلی چشم جمع آوری میشه و به حفره بینی تخلیه میشه. غدد تارسال رو اینجا مشاهده میکنیم، رنگ آبی برنگره تارس تحتانی و تارس فوقانی در ضخامت پلک بالایی و همینطور پلک پایینی هستن. اینجا میتونیم کیسه اشکی و مجرای نازولاکریمال رو ببینیم. مجرای اشکی رو میبینیم، دوتا مجرا در گوشه داخلی پلک بالایی و پایینی که اینجا به کیسه اشکی منتقل میشن و کیسه اشکی هم توسط مجرای نازولاکریمال تخلیه میشه به اینفرال ماتوس آف نیزال. اینفریال نیزال ماتوس تخلیه میشه، حفره یا ماتوس تحتانی بینی. خب این میشه به این نکته توجه کرد که اشک اضافه‌ای که در سطح داخلی ملتهمه تولید میشه اضافهش وارد حفره بینی میشه. ما در این مبحث عناصر موجود در حلقه چشم رو بررسی کردیم. این عناصر شامل عضلات خارج کره چشم بودن، شامل عروق و اعصاب بودن که اعصاب سردستشون و مهمترینشون که اینجا بحث کردیم عصب اپتیک بود که عصب بینایی اطلاعات بینایی رو به مغز منتقل میکرد، عصب اوکولوموتور بود، عصب تروکلئار و همینطور عصب ابدوسنس بودن. و ما دیدیم که چگونه ساختارهای چشم سه لایه خارجی، میانی و داخلی و به خصوص شبکیه چگونه تصویر درشون تشکیل میشد و این تصویر توسط شبکیه دریافت و از طریق عصب بینایی به سیستم عصبی مرکزی منتقل میشد. برای تهیه اسلایدها از اطلس آناتومی سیبا، کتاب آناتومی گری و همینطور اطلس زوبوتا استفاده شده. با تشکر از حسن توجه شما و عرض خسته نباشید خدمت شما.